زنانی که نکاح کردن آنها جایز نیست، یعنی حرام است. اولا زنانی که با سبب خویشی خونی، با سبب نسب حرامند، با مانند مادر، دختر، خواهر، اپا، خاله، عمه، دختری برادر و دختری خواهر. دوم زنانی که با سبب خویش و تباری سببی مصاهره حرامند، با مانند مادر همسر، خوشتامن، دختری همسری که با او هم خوابه شده باشی، همسر پسر و همسر پدر. سوم زنانی که به سبب شیرخوارگی رضاعت حرام باشند و آنها مثل حرام شدگان با نسبند. اگر دختر با تو از یک زن شیرده شیر خورده باشد، مثل خواهر به تو حرام میگردد. چهارم زنانی که با سبب لعنت حرام شوند. اگر مرد همسرش را با زنا عیبدار کند و هر دو لعنت کنند، یعنی 5 بار لعنت خوانند، پس آن زن به طور ابدی بر او حرام میگردد. پنجم از جمله محرمات همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم باشند، زیرا آنها مادران مؤمنانند و نکاح آنها به کسی جایز و روا نیست.